خب دوستان، من تو این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم که چطوری الگوی اولیه رو تبدیل به الگوی هودی یا سویشرت کنید و همینطور نحوه الگو سازی کلاه هودی رو بهتون آموزش میدم. قبلا هم ویدیویی ساخته بودم در مورد دوخت کلاه هودی و پانچ کردن اون و رد کردن بندینک از کلاه هودی. لینکشو بالای صفحه قرار میدم. حالا بریم سراغ الگو سازی هودی. هر متدی که دارید شما الگوی اولیه، یعنی الگوی بدون پنس رو بکشید. بعد با این تغییرات راحت الگوتون تبدیل به الگوی هودی میشه. شما ابتدا روی پهلوها بیاین به اندازه 2 سانت بستگی به اون گشادی که میخواین به هودیتون بدید اضافه کنید، هم در پشت هم در جلو. و اینو به صورت یه خط صاف، پنس نمیخواد، به همدیگه وصل کنید. سرشونمونو برای این کار 1 سانت بالا میبریم، هم در جلو هم در پشت، و به گردن 0 میکنیم. سرشونه رو 1 سانت بالا میبریم، به گردن 0 میکنیم. از کنار گردن به اندازه 1.5 سانت و از جلو گشادی گردن 3 سانت میایم پایین. گردن پشت هم همینطور 1.5 سانت باز میکنیم به اندازه گردن جلو و گشادی اون نیم سانت هم بس میکنیم. و کارور ما تو خط کارور ما 1 سانت کارو هم در پشت هم در جلو گشاد میکنیم. سرشونه رو که 1 سانت بالا رفتیم و 1 سانت هم بیرون میایم، هم در جلو هم در پشت. زیر بغلم به اندازه 1 سانت حلقه آستین رو به پایین میندازیم، هم در جلو هم در پشت. حالا خطوط به دست اومده رو به هم دیگه وصل میکنیم به این شکل. خب اینا تغییراتی بود که توی الگوی اولیتون میدادید برای به دست آوردن الگوی هودی که یه الگوی گشاد بدون پنسه و گشاده اونم بستگی به سلیقتون داره. برای آستینم بهتون بگم که هر اندازه که به پهلوی لباس گشادی دادید نصف اونو به کناره آستین گشادی میدیم. من 2 سانت دادم به پهلوی لباسم، اینجا 1 سانت به طرفین آستین اضافه میکنیم. پایینم بهتره که همون 1 سانت رو اضافه کنید چون من یکم آستین گشادتری میخوام. و از تاج آستین هم 1 سانت به پایین میایم و در نهایت الگوی ما به این شکل میشه. حالا بریم سراغ کشیدن الگوی کلاه. یه خط عمودی میکشید بچه ها، اندازه 45 الی 45 سانت. از نقطه شروع به اندازه 1/4 دور گردن منهای 2 و کل این اندازه به اضافه نیم بالا میریم. این چیزی حدود 7 الی 8 سانت میشه تو سایزهای مختلف. از نقطه دوم به اندازه 30 الی 34 سانت بالا میریم. این هم نقطه سوم. از این 3 تا نقطه 3 تا خط عمود میکنیم. از این خط سومم به اندازه 26 الی 28 سانت بچه ها جلو میرید. 26 الی 28 سانت بستگی به سایزتون داره. اگه اینجا رو 30 گرفتید اینجا رو 26 بگیرید، و اگه 34 گرفتید که 28 بگیرید. اگه ما بین این هست که عددی بین اینا بدید. بعد شما میایین روی این خط افقی دوم به اندازه 1.5 سانت یه پنسی رو به طول 12 سانت میگیرید. اینجا برای ما میخوایم که قالب پشت سر در بیاد، به خاطر این پنس رو میگیریم. بعد به اندازه گشادی گردن پشت رو الگوتون اندازه میزنید، ببینید چقدر جلو میریم.
بعد از اینکه گشادی گردن پیش رفتید یه پنس 3 سانتی اینجا میگیرید. وسط پنس رو پیدا میکنید. طول این پنسمون باید کمی بزرگتر، 2 سانت بلندتر از این باشه. ما اینو 12 سانت گرفتیم، این یکی رو 14 سانت میگیریم. بعد از دو طرف پنسمون 2 سانت به پایین میایم. نقطه شروع پنسمون رو، پنس اول رو به این خطوط وصل میکنیم. حالا بچه ها یکم حالت مورب به این کار میدیم. در واقع اینجا ما هلال پشت گردن رو به صورت برعکس داریم. بعد از نقطه دوم پنسمون ما به اندازه گشادی گردن جلو پیش میریم، طوری که اندازه گشادی گردن جلو این خط ما رو قطع کنه در انتها. بعد خط به دست اومده رو در نهایت به این بالا وصل میکنیم. این لبه جلوی کلاه ماست. بعد وسط این خط رو پیدا میکنیم. وسط این خط رو هم پیدا میکنیم. بعد این دوتا خطوط رو به صورت یه خط منحنی به هم دیگه وصل میکنیم. برای بهتر وایستادن کلاه در قسمت جلو من 1 سانت اینجا رو میام پایین تر و این خطم و وسط اینجا رو به این 1 سانت متصل میکنم. دور تا دور این کلاه رو بچه ها ببرید و این پنس رو هم ببندید روی الگو. این پنس هم که خارج میشه در میارید. این نحوه الگوی هودی، کلاه هودی ماست. یه نکته هم در مورد سجاف این کلاه من به شما بگم. اگه میخواین سجاف کلاه رو جدا در بیارید که یه پارچه جدا در میارید به طول از اینجا تا اینجا ضرب در 2، چون این 2 تیکه ازش بریده میشه، و به عرض 4 سانت اگه میخواین این سجافتون 2 سانتی باشه. ولی اگه میخواین این سجافتون سرخود باشه حتما این قسمت جلوی کار، من اگه بخوام 2 سانت سجاف سرخود به کارم بدم حتما 3 سانت این جلو اضافه میکنم. 2 سانت برای خود سجاف و 1 سانت هم جاده است که برگرده دوخته بشه به کار، چون اینجا دوخته میشه سجاف سرخود. اگه نحوه دوخت کلاه هودی و نصب اون به بالا تنه رو نمیدونید، من لینک آموزشی که قبلا دادم و این بالا براتون میذارم، ببینید و استفاده کنید، حتما براتون مفید هستش. و اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و کانال منو برای دیدن ویدیوهای بیشتر در مورد نکات دوختی و الگو سازی سابسکرایب کنید.